خوش اومدیم به دومین ویدیو از کانال ژئومیرپور. امروز قراره به چی صحبت بکنیم؟ سوال خوب. امروز قراره ببینیم این کتاب زمین شناسی برای چه رشته و چه پایه‌ای تدریس میشه و چه فصل‌هایی داره. کتاب مورد نظر در سال 11 رشته تجربی و ریاضی تدریس میشه. در هیچ پایه و هیچ رشته دیگه‌ای همچین کتابی وجود خارجی نداره و نخواهد داشت. نکته بعدی، این کتاب امسال نهایی شده، پس برای تمامی این رشته‌هایی که گفتم very important. کتاب مورد نظر چند تا فصل داره؟ یه توضیح کلی بدیم. کتاب شما 7 تا فصل داره. فصل اول تحت عنوان کیهان آفرینش هستش که توی این فصل که میتونم بگم جزو سخت‌ترین فصلای این کتابه، در ابتدا راجع به پدیده مه‌بانگ و بیگ بنگ و انفجار بزرگ صحبت کرده و در انتهای فصل تازه رسیده به ورقه های سنگ‌کره و حرکاتی که این ورقه ها دارن، چرخه ویلسون. در وسطای فصل راجع به تعیین سن مطلق و نسبی هم با همون صحبت میکنه که very hard. فصل دوم با تایتل منابع معدنی زیربنای توسعه و تمدن. توی این فصل راجع به چی صحبت میکنه؟ قبلش بگم این فصل به شدت آسونه و به شدت نمره بیاره، حتما روش فوکوس کنید. از تایتل مشخصه منابع معدنی قرار بررسی بشه، چجوری عملیات اکتشاف انجام میشه، عملیات استخراج انجام میشه، این استخراج روباز زیرزمینی به چه نحوی هستش. مطلب مهم دیگه که تو این فصل بررسی میشه، نکات کنکوری فراوان داره، سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و مثل زغال سنگ از لحظه تشکیل شدنشون تا لحظه استخراجشون. مطلب مهم بعدی که تو این فصل به شدت هیجان انگیزه مبحث گوهرهاست. گوهرها همون کانیا هستن با سری ویژگی‌های منحصر به فردتر. برعکس جاهای دیگه کتابتون تو این قسمت خیلی خوب عمل کرده، تصاویر به شدت شارپ و با کیفیتی گذاشته و اگر خودتونم سر کلاس فعال باشین و تصاویر دیگه رو دانلود کنین و در اختیار بقیه قرار بدین، به شدت کلاس رو هیجان انگیزتر می‌کنین. و اما فصل 3 ما سر کلاس های عادی که با بچه ها داریم حضوری هستش، از فصل 3 به عنوان سرسخت ترین فصل یاد میکنیم. به شدت فصل طولانیه. شاید اگه الان کتابو ورق بزنی بگی که خب تا صفحاتش محدوده، حداقل اینکه از فصل 2 تا صفحاتش کمتره. اما متاسفانه باید بهت بگم که کتاب اومده زرنگ بازی اینجا در آورده. قسمتی از مطالب تو خط کتابه و برای شما گفته میشه و شما خیلی راحت میری جلو. اما قسمت بسیار زیادی از مطالب تحت عنوان با هم بیاندیشید، با هم گفتگو کنید و یادآوری آورده شده. پس در واقع معلم باید یه سری از توضیحات رو سر کلاس ارائه بده و شما داخل کتاب یادداشت کنید. پس الان بشمر هر چقدر تعداد صفحه بر فصل 3 هست با مطالبی که معلم سر کلاس میگه 2 برابر میشه. فصل 3 سخت very hard، برای امتحان خیلی باید تلاش بکنین، مطالبش به شدت گسترده است. قرار منابع آب و خاک رو بررسی بکنه ولی نکات ریز زیادی خواهد داشت. فصل 4 مخصوص بچهای ریاضی. بچهای تجربی هم میخونن ولی بچهای ریاضی عشق میکنن. چرا؟ چون راجع مهندسی صحبت کرده، زمین شناسی مهندسی. بچهای ریاضی کنکور بدن، انشاءالله رشته‌های مهندسی قبول بشن، حتما یک همچین واحدی در دانشگاه باید بگذرونن. پس چه بهتر که الان این واحد رو سر کلاس خیلی خوب بخونن. فصلیه که به شدت نمره بیاره، مطالبش خیلی آسونه، پس بهتون پیشنهاد میکنم که روش مانور بدید. البته شایان ذکره این فصل بر ترم دومه. از فصل 1 تا فصل 3 رو ما ترم اول میخونیم، فصل 4 به بعد ترم دوم. فصل بعدی زمین شناسی پزشکی. هر چقدر فصل قبلی بچه‌های ریاضی عشق می‌کردن و خیلی فصل جذاب و هیجان انگیزی براشون بود، این فصل متاسفانه درب و داغون و نالان میشن. چرا که این فصل زمین شناسی پزشکی برای بچه‌های تجربی خیلی هیجان انگیزه. این گرایشی که کتابتون معرفی کرده، زمین شناسی پزشکی، واقعا در داخل ایران اصلا وجود خارجی نداره. یعنی مگه اینکه حالا کسی بخواد مقاله بده و تحقیق بکنه، وگرنه گرایش دانشگاهی تحت عنوان زمین شناسی پزشکی وجود نداره. فصلش خیلی هیجان انگیزه، قراره راجع به بیماری‌های مختلف و ارتباطشون با عناصر و خاک و ساختارهای زمین شناسی صحبت بکنه.
همیشه بچه‌ها وقتی به این فصل میرسیم میگن که واقعا، یعنی کسی از هم پزشکی خونده هم زمین شناسی، ما واقعا میگه همچین چیزی وجود نداره، بلکه یک زمین شناسی هستش که تحقیقات پزشکی انجام داده، یه پزشکی که تحقیقات زمین شناسی انجام داده و خب میتونه روی این مباحث مانور بده. یکی از مباحثی که توی این فصل بررسی میشه اینه که خب چرا تو مناطق کوهستانی اغلب دچار شدن به بیماری گواتر، یعنی بزرگ شدن غده تیروئید، زیاد هستش که خب ما وقتی برسیم به این فصل خیلی با دیتیل و جزئیات بهش میپردازیم. و اما فصل کمرشکن بعدی، فصل 6 تحت عنوان پویایی زمین، قراره پویایی زمین رو بررسی کنه. زمین لرزه، درز شکستگی، چین خوردگی و آتشفشان تو این فصل مورد بررسی قرار میگیره. very very hard، پر از نکته. تا الان 3 تا فصل بهتون گفتم که سخت بوده، 1، 3، 6. خب نسبت سختی رو بسنجیم. فصل 3 از همه سخت‌تر، بعد فصل 1 و سخت‌تری کمتر فصل 6. تفاوت زیاده ولی مطلب روونه، یعنی برای شما هیچ سختی و دشواری ایجاد نمی‌کنه. و اما فصل آخر تحت عنوان زمین شناسی ایران هستش. بازم فصل نمره بیاریه، تا صفحاتش کمه. من همیشه بچه‌ها موقعی که دارم این فصل رو تدریس میکنم میگم که این فصل رو در حقیقت مؤلفین کتاب گذاشتن به عنوان گردشگری و تفریح شما. هر چقدر از فصل 1 تا 6 خسته شدید، کمر شکم بوده و مغزتون دیگه درب و داغون شده، این فصل براتون جبران میکنه و عشق میکنید از اینکه مطالبش به شدت آسون و خیلی روون و نمره بیاره. این بود از بررسی خیلی 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 خلاصه کتاب زمین شناسی شما. مرسی که تا اینجا ما همراه بودید. خدا نگهدار.